در بخش اخیر از برنامه دعوت کردیم از جناب استاد خداداد سروش، مربی رشد فردی و موفقیت که در برنامه تشریف بیارن و روی موضوع اراده و تصمیم صحبت بکنیم که خیلی ها یک موضوع مهم است. از شما هم دعوت میکنیم تا پایان بحث برنامه ما را همراهی بکنیم. آقای سروش، سلام و درود خدمت شما، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون رای فردا و همچنان همکارای شما. خوشحال هستم که می‌فرمایید. سلامت باشید. تشکر. موضوع خیلی مهمی که انتخاب کردیم اراده و تصمیم که در زندگی خیلی ها مهم است، در زندگی هر فرد که با اراده و با تصمیم باشه، مصمم باشه. در نخست تعریف شما جناب استاد از اراده و تصمیم چی هست؟ خب اراده خب در اصطلاح انگلیسیش به نام ویل پاور یا ویل یکی از عضلات یا از قواهای ذهنی هستند که هر فرد باید داشته باشه. به سطح آگاهانه وقتی می‌خوایم یک کاری بکنیم یا تصمیم بگیریم یا یک کار مهم انجام بدیم، اراده در سطح قرار داره. یعنی ما نمی‌تونیم، خیلی از دوستا، خیلی از رهبرای، خیلی از آدمایی که موفق هستند از این موضوع خیلی منفعت میبره از اراده. اراده یک عضله است، یک قواهای ذهنی هستند که ما رو کمک می‌کنه به هدف‌های خود برسیم. و تصمیم که بعد از میاد، تصمیم از اراده منشأ میگیره. یعنی وقتی ما یک اراده داشته باشیم، خیلی مردم‌ها با نام‌های متفاوتی یاد می‌کنند، ولی از لحاظ علمی و از روانشناسی و از لحاظ ساینسی شکل بگیم، اراده یک عضله، یک قوای ذهنی است که میتونه در سطح ضمیر ناخودآگاه و ذهن ناخودآگاه ما باشد که ما رو کمک بکند تمرکز بکنیم، ما رو کمک میکند در زندگی خود یک مسیر درست انتخاب کنیم و در مسیر بمانیم و تسلیم نشیم. این تعریف مشخص از اراده است. یک عضله است، یک قوای ذهنی است. ما چون ما عضله یا قوای ذهنی خیلی زیادی داریم، مثلا در ذهن خودآگاه که ما رو از حیوانات متمایز میکنه. مثلا نمونه‌اش یکی درک است، ادراک است، یکی حافظه هستن، یکی تخیل هستن، دیگه اراده هستن که اراده یک بخش مهم هستن، یکی از عضلات دیگه دلیل هستن یا منطق هستن، منطق خودم میگم، یکی شهود هستن. و یکی از ما چون 6 عضله ذهنی داریم، چون مثل که مثلا ما به بدن عضله داریم، در ذهن خودم یک عضله داریم و همون 6 عضله ذهنی که یکیش میتونه اراده باشه که اراده مسئولیتی موفقیت ما در مسئولیت زندگی ما رو دارد و یک قدرتی هستن که هر کس میتونه یک مهارت هست که هر کس میتونه روش بده. مثل که ما عضله خود روش میتونیم در جیم بریم کار میکنیم، نه دنبال میزنیم، ما میتونیم اراده خودمون روش بدیم یا قوی کنیم که زندگی رو بتونیم موفق شیم. بله بسیار خوب، تشکر. استاد گرامی، حالا روی نقش و جایگاهش در زندگی اگه صحبت بکنیم که اراده و تصمیم چه نقش و جایگاهی در زندگی ما داره؟ خب از نامش که پیداست اراده، گفتیم اراده یکی از راههای یا اراده و تصمیم یکی از راههای به قدرت رسیدن است و خیلی از رهبرای دنیا رو در نظر بگیریم، خیلی از آدمای موفق در نظر بگیریم، فقط اینا با یک تصمیم، یک اراده کردن، با یک تصمیم زندگی خود تغییر دادن. ما مثلا در خیلی از شرایط مثلا با یک مشکلات، با یک چالش های بسیار، چالش های خیلی بزرگی مثلا ما روبرو میشیم. ممکن است مثلا یک تصمیم خیلی بزرگ نیاز باشد، اونجا یک اراده نیاز است. اگه ما اراده نکنیم یا بال نشیم، انجام ندیم، زندگی ما تغییر نمیکنه. چون تغییر معمولا خیلی سخت است، خیلی از آدما نمیخواد تغییر کنند. اگه ما تغییر نکنیم دیگه رشدی وجود نداره. تغییر یعنی یک نوع مردن است که ما از لحاظ بیولوژیکی، از لحاظ هورمونی، از لحاظ روانی ما باید بمیریم تا یک شخصیت دیگه شیم. در اون صورت این منشأ کل از بخشو یک اراده کار است. ما باید یک اراده بکنیم، یک تصمیم بگیریم. ممکنه با اون تصمیم گرفتن، با می اراده که میکنیم، تصمیمی که میگیریم، ممکنه زندگی ما به خطر بیفته. ممکنه است مثلا ما جان خود از دست بدیم. یک ریسک، یک خطر خیلی بزرگ است. مثلا ما رهبرای بزرگ مثالش رو در نظر بگیریم. نمونه‌اش از مثلا رهبرای بزرگی که در آمریکا بودن، مثلا ابراهام لینکن، داستانش که بخوانیم، اگه او زمانی که رئیس جمهور بودن یک خطی یا یک قرارداد خطی امضا کردن که کل سیاه‌پوستا باید آزاد شود. در اون زمان کلی کارمندا و کلی افرادشون در مقابلش قرار گرفتن که آخر هم جانش گرفتن، ولی یک تصمیم بودن، یک اراده نیاز. یا مثلا نمونه‌اش گاندی رو در نظر بگیریم. گاندی هم یک وقت یک تصمیم گرفتن که ما می‌خوایم مردمای انگلیس از کشور هند خارج شود. در اون زمان فقط یک تصمیم گرفتن که فقط ممکن است جانش گرفته شود، ولی یک تصمیم بدن، یک اراده نیاز بدن. خب یکی از
راههایی که مثلا خیلی از آدم‌ها میتونن به موفقیت برسن یا مثلا ما میتونیم استفاده کنیم موفقیت برسیم، رشد یعنی عضله است، رشد تصمیم گیری است. چون زمانی که ما میخوایم سرنوشت خود را تغییر بدیم ما باید تصمیم بگیریم. زمان تصمیم گرفتن است که سرنوشت ما خودش تغییر میکنه. در غیر صورت خب ما وقتی ما تصمیم نگیریم ما نمیتونیم تغییر بکنیم. تصمیم چی هستن؟ مثلا چند انتخاب پیش ما قرار میگیره و ما باید یک انتخاب بکنیم بین 2 3 4 5 تا یک انتخاب بکنیم. نه خب نقشش خیلی مهم است. ما مثلا اگر داستان یا بایوگرافی کل آدمای موفق بخونیم فقط منشأشون یک اراده است. وقتی ما اراده بکنیم همه چیز برای ما میسر میشه، حاضر میشه و اراده میکنیم باز یک تصمیم میگیریم، چون تصمیم از اراده میاد. وقتی ما اراده خود قوی بکنیم، یعنی اراده قوی داشته باشیم که بالشایی منت از تنبلی براییم، ممکن است ما خیلی از چالش‌ها رو بریم ولی اما عضله‌ای که مثلا ما رشد دادیم ما رو در زندگی موفق میکنه. چون خیلی از آدم‌ها رو مثلا خیلی از آدم‌های موفق دیدیم شاید 10 بار شکست خورده باشن ولی باز بال میشه. این شکست‌ها همین عضله رو تقویت میکنه. چون ما از لحاظ بخش عصبی شکل در نظر بگیریم، یک قسمتی لوب پیشانی مغز هستند که به نام anterior mid cingulate cortex هستند که این مسئول اراده هستند و این قسمت مثلا ما دانشمندا بررسی کردند آدمای خیلی چاق، آدمای تنبل و آدمایی که مثلا خیلی سخت کوش مثلا آدمای ورزشکارا و همین قسمت مغزشون در ورزشکارا خیلی بزرگ بودن. همین anterior mid cingulate cortex هستند. در آدمای تنبل و آدمای چاق همین قسمت مغزشون خیلی خرد بودن. یعنی به این معنی است که ما وقتی همین عضله را همین قسمت رشد بدیم ما یک اراده خیلی قوی داریم و با ما اراده با ما همتی که مثلا ما داریم یا امو لجوجیتی که داریم در موفقیت، این باعث میشه که ما موفق شیم، باعث میشه که ما مثلا تسلیم نشیم در چالش‌ها و مشکلات. این باعث میشه که ما باید تغییر کنیم. خب وقتی ما مشکلات روبرو میشیم شکست میخوریم اگر تسلیم شیم خب ما اون زمان شکست هستیم. اون زمان که مثلا شکست میخوریم و اصلا شکست نیست، یک درس است برای ما. نه و این شکست‌ها مثلا خیلی وقتا باعث میشه که اراده قوی شه. اون اراده قوی باشه بخوای نخوای مثلا ما موفق میشیم. و بعد از اراده مثلا تصمیم است. و وقتی مثلا ما خیلی از کتاب‌های آدمای موفق بخونیم سرمنشأ کلشون تصمیم است، تصمیم بزرگ. و رهبران و آدمای موفق مثلا تصمیم خیلی سریع میگیرند و خیلی تصمیم خود خیلی دیر تغییر میده. ولی آدمایی که مثلا تصمیم نمیگیرند خب معلوم داره که موفق نمیشه چون تصمیم نمیگیره. ما باید یک تصمیم بگیریم یا اون طرف یا این طرف. و در این صورت ما باید همین عضله را ما باید رشد بدیم، عضله تصمیم گیری. و اگه ما رشد ندیم مثلا دوریله میشه، ما نمیفهمیم چیکار میکنیم. و پیش نیاز تصمیم گیری خواسته است. مثلا وقتی ما خواستیم مشخص باشد ما بخوایم مشخص باشد مثلا ما چی میخوایم، او زمان تصمیم گیری برای ما آسان است. و اگه مثلا مشخص نباشد معلوم داره که سخت است. جناب استاد، برای کسانی که اینی قدرت ارادیشان ضعیف هستند، تصمیم گرفتن نمیتونن، دو دلعه هستند، چه راهکار شما پیشنهاد میکنید؟ خب راهکار اصلی مثلا ما خیلی از بچه‌ها از جوانان هستن از اول در محیطی که هستن شاید یه رقم تربیت شده باشد که تصمیم شاید نگرفته باشن. مثلا از والدین شروع میکنه. بیشتر از والدین‌ها مثلا به جای اطفالشون تصمیم میگیرن. و این موضوع از اول ما رو برنامه‌ریزی میکنند، پروگرام میکنند از اول، از زمانی که مثلا طفل هستیم. ما مثلا حق تصمیم گیری نداریم. نمیتونیم تصمیم بگیریم. چرا باید پدر ما باید تصمیم بگیره یا مثلا برادر کلانتر ما باید به جای ما تصمیم بگیره؟ خب از اول خب باید والدین اجازه بده که مثلا اطفال خودشون تصمیم بگیرن، در تصمیمشون احترام. فقط میتونه مشوره بده برش، مثلا کار نشان بده، مشوره بده، ولی تصمیم بونه بر خودش خود تصمیم بگیره که همین عضله امزو خوردی قوی شود. و در بخش اراده و تصمیم خب راهکارش فقط تصمیم گیری است. مثلا ما خیلی از جوانا رو میگیم تصمیم بگیرن، میگن تصمیم اگر تصمیم بگیریم مثلا وقت مضایع میشونه، نمیتونن، اشتباه میکنن. وان که یک نفری که هوشیارتر است تصمیم میگیره. خب ما باید بیشتر تصمیم بگیریم. ما عضله رو هر چه زیادتر کار کنیم قوی‌تر میشه. خب ما چیکار کنیم؟ تصمیم بگیریم. از تصمیمات خیلی خود شروع میکنیم. ما مثلا من خودم خیلی آدم‌ها رو، خیلی دوستا رو میشناسم، خیلی سنشون از من بالا هستن، خیلی از دوستای مثلا ولی تصمیم خیلی قاطع گرفتن نمیتونن، تصمیم گرفتن نمیتونن. یعنی تصمیم یک کس دیگه برش باید تصمیم بگیره به جاش یک تصمیم بگیره. خب چون همین عضله براشون تقویت نشده است. خب تصمیم گیری از کارهای خود باید شروع شه. مثلا برای یک انتخاب برش پیش میاد باید خودش باید تصمیم بگیره. و این زمان خب بیشتر از ما که تصمیم نمیگیریم دلیلش ترس هستن. و ترس از چی هستن؟ ترس از ضایع شدن وقت هست، ترس از پیر شدن هستن، ترس از هر مشکلاتی باشه. و ما وقتی کافی داریم. کلی ما مثلا وقتی کافی یک تصمیم میگیریم اگه اشتباه کردیم
وقت کافی برای جبران داریم. بله. باید تصمیم بگیریم. تصمیم خوب از یک تصمیم بد میاد. وقتی ما تصمیم بد میگیریم یک تجربه است و بعد از میتونیم تصمیم درست بگیریم. خب راهکاری که مثلا من خودم میتونم پیشنهاد کنم، تصمیم گیری زیادتر هستن. یک عضله هستن که ما هرچی بیشتر کار کنیم سرش بیشتر مثلا قوی‌تر میشه. اون زمان است که ما خیلی از تصمیمات خیلی بزرگ مثلا ما خیلی سریع تصمیم میگیریم. و اگر ما همین عضله رو تقویت نکنیم یک همزمان بر یک نفر یک انتخاب چند انتخابش پیش بیاد بگه تصمیم بگیر، تصمیم گرفتن نمیتونه. چرا مثلا همین عضله باش تقویت نشده؟ خب ما رو باید تقویت کنیم با کار کردن زیاد، با تصمیم گیری زیاد. تصمیمات زندگی شخصی خودشون، تصمیمات بزرگ بعد از اون میتونه تصمیمات بزرگتر بگیره. تصمیمات مثلا امروز باید چی بخوره، یا مثلا در یک گروه یک تیم هستند. خب اگر میخوای را تقویت کنید خب اجازه بگیر از کلی که هم تصمیم بگیره یا خودش مثلا تصمیم بگیره. بعد میتونه تا تصمیم گیری بزرگ برسه، مثلا تصمیم ازدواج، تصمیم خریدن یک موتور، تصمیم انتخاب کردن یک شغل یا تغییر شغل، تصمیم مثلا رفتن به یک کشور یا جای دیگه. تصمیمات بزرگتر است میتونه پیش بیاد. فقط راهکارش مثلا میتونه تصمیم گیری بیشتر باشه، زیادتر تصمیم میگیره، دمی مهارت پیدا میکنه. درست. در این راستا کسانی که تجربه کافی رو ندارن و گفته شما که از کودکی به اون شکل پروگرام شده که والدین به جای از اونا تصمیم بگیرن، اینا در اول با چه کسانی مشورت بکنن در تصمیم گیری ها؟ خب در تصمیم گیری میتونه تصمیم گیری خود باشد، خب میتونه با دوستا فامیلا مشورت کنه، ولی اگر خب شرایط دیده مثلا مشورت بکنه. با کی مثلا مشورت بکنم؟ وقتی ما میخوایم در زندگی یک تصمیم بگیریم، مثلا ما میخوایم یک تصمیم بگیریم یا یک تجارت شروع کنیم، تجارت خیلی کلان است، این برمیگرده که مثلا ما در اینجا با کی مشوره میگیریم. اگر با یک کسی مثلا مشوره بکنم که به تصمیم گیری بریم مشوره بکنم، کمک کنه ببخشید که سطحش خیلی پایین‌تر باشه، یا خودش مثلا در زندگی خود تصمیمی درست نگرفته، یا مثلا خودم کار بزرگی انجام ندادن، خب من معلوم داره برای من یک تصمیم یک مشوره اشتباه میدم. و میتونم مثلا والدینم باشد، والدینی که مثلا سطح سوادش بالاتر باشد، اگه بتونه کمک کنه یک مشوره بگیره خوب است. ولی پیشنهاد ما یک جور کردن یک تیم است، یک ماسترمایند است، یک 4-5 نفری هم فکر، مثلا در هر دیگه مثلا دمی تلویزیون شما کار میکنید، یک 4-5 نفر که میشه یک تیم است، یک ماسترمایند هستن که کلی تصمیمات میگیره، کلی پیشنهاد میکنه. به نظر از من اگه در یک شرکت کار میکنیم یا مثلا در یک تلویزیون کار میکنیم یا مثلا در یک کورس کار میکنیم، مثلا ما خود ما یک تیم مشورتی داریم، مثلا یک کانسل داریم 5-6 نفر است و اینا مثلا اگه هم فکر و هم تراز باشد خیلی به تصمیم گیری کمک میکنه. یعنی تصمیمات یعنی مشوره خیلی خوب میده. اگر ما مثلا مشوره از آدم اشتباه بگیریم که معمولا ما رو خرابه میکشه، معمولا ما رو اما بسته زندگی ما رو شاید برباد کنه. چون آدمایی که دور بر ما هستن خیلی موفقیت ما رول داره و ما زیادتر تاثیر کدام آدم قرار میگیریم، مثلا نمونهش والدین است یا مثلا برادر است، خواهر است یا فامیل نزدیک است، دوستای نزدیک است یا استاد است. خب ما باید انتخاب بکنیم که با کی مشوره بکنیم. یک کسی که مثلا یک کاری انجام داده، یه سطحش بالاتر از ماست و دیگه اگه این میسر نشد، یک ماسترمایند، یک تیم داشته باشیم، یک آدمای هم فکر و دمو مسیر باشد که با هم بشنند و ذهنای خود رو با هم مخلوط کند، یک جای کند، خب مشوره بده. اون زمان تصمیم گیری میتونه خیلی درست باشه. خیلی ممنون استاد، خیلی خوش آمدید. تشکر از سلام علیکم. ممنون. تشکر.